شعبه رابطه با جامعه ریاست باجخانه و گمرک منطقه سیبیر روسیه روز 7 ماه سال 2022 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچو و شهر نوسیبیرسک از یک کوشش از روسیه برآوردن پولهای قدیمه پیشگیری کردند. بنا به این منبع کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچو و هنگام تفتیش بغاج مسافران پرواز نوسیبیرسک دوشنبه دو پول قدیمه دوران امپریای پادشاهی روسیه، یک پول ارزش نمینالیش 1 روبل برای 6 سال 1898 و یک پول ارزش نمینالیش 3 روبل برای 6905 را پیدا کردند. گفته می شود این پولهای قدیمه را یک زن 53 ساله شهروند تاجیکستان میخواست بدون اعلامیه گمرکی با خود برد. این زن به کارمندان باجخانه گفته است که این پولهای دوران روسیه پادشاهی به وی میراث ماندند. تشخیص پولهای مصادره شده بعدا نشان داد که این دو پول بیش از یک عصر پیش بین سالهای 1912 و 1917 برآورده شده مالهای دارای ارزش تاریخی شامل می شوند و از قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا و روسیه بیرون بردن چنین مالهای تاریخی باید طبق ترتیب مخصوص و با اجازه مقامات صورت بگیرد. پولهای تاریخی را تا صدور قرار دادگاه مصادره کرده نسبت به زن تاجیکستانی بر اساس 2 ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه نادرست اعلامیه کردن مالها و رعایت نکردن محدودیت‌ها در راه بیرون برآوردن مالها 2 پرونده مأموری گشودند. به او جریمه هنگفت و مصادره پولهای قدیمش تهدید می‌کند.